روزگاری بود مردم خیلی عجیبی تو زندگی میکردن، اما اونا نمیدونستن که باید چیکار کنن. اونا جیله‌ای نداشتن تا بخورن، اونا هیچی نداشتن که مصرف کنن و یه زمانی بود که آدما مهربون بودن. یه زمانی بود که تو دلاشون پر مهر و صفا بود. یه زمانی بود که پول همه چی نبود. یه زمانی بود که آدما برای هم جون میدادن. اما بذار این حرف واسطون نزنم، بذار واقعیتی رو بگم که سالها روش عشق ریخته شده بود، سالها روش خونه جیگر خورده شده بود، اما بغض گلومو گرفته. من نمیدونم باید چیکار کنم. دوستم، آره این روزا مردم دلاشون پاک نیست. این روزا آدما فقط به فکر جیبشونن، به فکر اینن که چطوری کلاه همو بردارن، چجوری جیب همو بزنن. اینقدر جیب همو نزنین، این جیب براتون آخرت نمیشه. بیایید جیبتون رو بدین به من. شاید حرفی که میخوام واسهتون بزنم خیلی غریب باشه، خیلی غریبی که بیاین جلو دستاتون رو ببرین بالا، دعا کنید برای من، دعا کنید. شما دلتون وایگیه. گریه نکن دوستم، گریه نکن، چون همیشه بعضی هستن که تو این دنیای بانفسا میتونن با آدم کمک کنن، میتونن پولاشون رو بیارن بدن به من و تو، میدونن که من و تو به پول نیاز داریم. گفتم که آدم ها انواع مختلف دارن، بعضیشون خیلی پول پرستن، بعضیشون پول ندارن، بعضیشون دارن نمیدونن چجوری استفاده کنن، بعضیشون مثل من، مثل تو، مثل توی بدبخت، مثل بی پول چی ندارن. ما آدمایی هستیم که شبا زیر کارتون میخوابیم دردمون نشه، و جا ما رو میخورن، هیچکی نیست به داد ما برسه. چرا؟ تو به من بگو چرا؟ بذار بهت بگم که چرا ما باید چرا تو رقبقام نخوابیم. اما سالها گذشت از اون زمان و اون دو دوست فوت شدن. اونها مردن و حرفی واسه ما نزدن. اونها توی سرما کشته شدن و دیگه کم کم آخر داستانی که سرشار از غصه و غم بود. ما سعیمونو کردیم، تلاشمونو کردیم، ما هرچی از توانمون برمی اومد، هرچی میتونستیم انجام دادیم، اما مهم اینه که فرقی نداره که من و تو چقدر تلاش بکنیم، هیچ فرقی نداره که من و تو چقدر از ته دل سعی بکنیم که اوضاع رو عوض کنیم. چیزی که مهمه اینه دنیا همیشه با ما بد تا میکنه، بد، خیلی بد.